آقا مهدی که رأی خروج به من داده، آقای صالحی هم که دارم میگن شما هم دارید سرکار خانم پردیس هم رأی داده، اینم که مخلص داره به من میگه مافیا دیگه، درسته؟ یارای من میشینن آقای مهرپویان و آقای مجید خان دیگه، یارای من اینا دیگه، درسته آقای صالحی؟ درسته یا نه؟ یک سوالی من ازتون، چین مافیایی تو مگه سرکار خانم پردیس نبود؟ با همون خانم پردیس به من رأی دادی، تیرت کشیدی روی آقا دیگه، درسته؟ بچه‌ها فقط رأی گیری، من چقدر امید تو بدی پردیس افتضاحی بابا، یارو تیرش کشیده روی اینو شهروند داره یا مافیا؟ این کجای بازی بوده؟ یک کلام گفته حمید مافیا، الان بلند شده گفته مهدی مافیای بازی، این آقا همراه با اون رأیشون رو کشیدن زیر من. بابا من دارم میگم جفت مافیای بازی هست. تو چجوری تصمیم گیری می‌کنی؟ چجوری مافیا در میاری؟ شهروندای بازی امیر مهرپویان شما شهروندی، امید شهروندی، متاسفانه کیوان شهروند، متاسفانه تو هم شهروند بازی.